با سلام خدمت گیم تاتیای عزیز در خدمتتون هستیم با داستان گاد آف وار در 3 در بیرون. با همون زمانهای ابتدایی پیدایش خلقت و روح، خدایان باستان و تایتانهای غول‌آسا در زمین ساکن بودن و روزگار می‌گذروندن. ولی بعدها سر یک سری اختلافات جنگ بزرگی بینشون در میگیره و خدایان یک سری موجودات که نه اهریمن‌هایی به اسم فیوری رو خلق میکنن و میندازن به جون تایتان‌ها، اونا رو شکست میدن و بردهی خودشون میکنن. خودشون هم تشریف میبرن بالای کوه اولمپ و از اونجا به تمام مادیات و کارهای جهان نظاره میکنن. زئوس هم میشه خدای خدایان. قرن‌ها گذشت و انسان‌ها برای خدمت و عشق و حال خدایان خلق شدن. زئوس هم یه خانم اسپارتون به اسم کالیستو رو حامله میکنه، ازش 2 تا بچه به اسم دیموس و کراتوس به دنیا میاره. ولی یه سری پیش‌بینی‌ها گفته بودن ممکنه یک بچه‌ها تخت پادشاهی از زئوس بگیره، به خاطر اونو میدوزن. کریتوس هم بزرگ میشه، ازدواج میکنه و فرمانده ارشد ارتش اسپارتان میشه. در یکی از نبردها کریتوس از شاه بربرها داشت شکست می‌خورد، به خاطر همین از آریس خدای جنگ تقاضا کمک میکنه و بهش به عهد وفاداری میبنده. کریتوس هم به کمک آریس دخل شاه بربرها رو میاره و تا آخر اون بنده همیشگی آریس میشه. یه روز خانواده کریتوس توسط آریس به یه روستا منتقل میشه و از ارتش اسپارت میخواد که اونجا رو نابود کنه، ولی کریتوس به قدری خون چشاشو گرفته بود که نفهمید زن و بچه خودشو کشته. اونم قاط میزنه و قسم میخوره انتقام خانواده‌شو بگیره. در ادامه به خاطر عهدشکنی به آریس توسط فیوریا دستگیر میشه، اما موفق به فرار میشه، ولی افسوس که انتقامش شکست میخوره. کریتوس به امید به چنگ آوردن آریس 10 سال آزگار به خدایان خدمت میکنه. اون مأموریت پیدا میکنه خدای خورشید هلیوس رو از دنیای زیرین پیدا کنه و برگردونه. همین باعث محبوبیتش پیش آتنا میشه. اون به کریتوس میگه تنها چاره شکست آریس استفاده کرده از قدرت جعبه پاندوراست. کریتوس جعبه پاندورا رو پیدا میکنه و به وسیله قدرتش آریس رو میکشه و خودش جای آریس به تخت خدای جنگ میشینه. کریتوس تصمیم میگیره برادر گمشده‌اش رو پیدا کنه و متوجه میشه توسط خدای مرگ 10 سال زندانی بوده، ولی توسط فاناتوس کشته میشه و کریتوس هم جواب کارشو میده و بار دیگه انتقامشو از یه خدای دیگه میگیره. کریتوس به ارتش دستور میده به یونان حمله کنن، ولی این کارش موجب ناراحتی خدایان میشه. زئوس هم به کریتوس اخطار میده که دست از این کارش برداره، ولی کریتوس توجه نمیکنه. زئوس هم اونو میکشه و به جهانهای زیرین میفرستتش. کریتوس پا به دنیاهای زیرین میزنه و اقداماتی برای نابودی زئوس انجام میده. اون خواهران سرنوشتش رو میکشه و از ریسمان زمان استفاده میکنه. از کشته شدنش در گذشته جلوگیری میکنه. اما این سری کریتوس قصد کشتن زئوس رو میکنه، ولی آتنا خودش رو فدای زئوس میکنه و خدای خدایان هم مثل یه ترسو فرار میکنه. کریتوس با کمک ریسمان زمان به ماقبل تاریخ میره و تایتان‌ها رو از بلایی که توسط خدایان به سرشون میاد آگاه میکنه و اونا رو با هم متحد میکنه و به زمان حال میفرسته و همگی با هم به سمت کوه اولیمپ حمله میکنن. در طی این نبرد بین خدایان و تایتان‌ها زمین از تعادل خارج میشه و به یه جهنم تبدیل میشه. کریتوس همگی خدایان رو یکی یکی میکشه تا برسه به زئوس و اینقدر با موش میزنه تو صورتش تا بمیره. و در صحنه آخر کریتوس به خاطر تمامی گناهانی که مرتکب شده خودش رو میکشه تا زمین نجات پیدا کنه، هرچند که کریتوس از خودکشی خودش هم جون سالم به در میبره. و این بود داستان خدای جنگ در 3 دقیقه. امیدوارم که خوشتون